به نام خدا، با سلام خدمت شما دوستان و عزیزان. مهدی ندیمی هستم در خدمتتون با یکی از درس‌ها از سلسله درس‌های معادلات دیفرانسیل در خدمتتون هستم. مبحث جلسه 4 ما امروز معادلات مرتبه اول برای دو خط موازی و متقاطع. اگه باشون مواجه بودیم این دو تا نمونه رو چه شکلی و به چه صورت ما اینا رو حل کنیم. اگه دو تا خط ما موازی بودن توی این مسئله ما، به این حالتی که تو این شکل داریم ما dy به dx یه همچین فرمی بود که خب ما میدونیم تو خط موازی ضریب زاویه اونا با هم برابره، a اون مساوی با b اون مساوی با 1. خب این دقیقاً دو خط موازی. ما همین تیکه‌ای که با هم مشترک دارن به عنوان فصل مشترک رو به عنوان متغیر میگیریم، ax به اضافه by مساوی با u. از طرفین این دیفرانسیل میگیریم ما بر حسب du میشه و یه قسمت هم که خب dy و dx هستن. به گونه ای مرتب میکنیم که dy رو از تو این استخراج کنیم و تو رابطه اصلی بالا قرار بدیم. وقتی که این کارو کردیم ما قرار دادیم، باز سعی میکنیم یک شکلی مرتب کنیم رابطمون که du ها رو ببریم یه طرف، dx ها رو هم و اون مقادیر مربوط به اونم یه طرف ببریم. خب وقتی که این کارو کردیم اینجا، این عبارت ما رو یه مقداری به این شکل مرتبش میکنیم ما که به این صورت در میاد، به این شکل در میاد. خب بعد این طرف دوم تساوی که کلن یو این آبه هم که مقادیر ثابت هستن میرن تو مخرج اینجا قرار میگیرن زیر دیو، این dx هم میاد بالا. پس اینجا در واقع ما این عبارت مثلا آبی اگه این مقادیر ضرائب ثابت ما باشن، مقدار صفری هم عدد ثابت باشه، اینجا دقیقاً به این شکل حاصل میشه که اون یو و دیو در یه طرف، dx در یه طرف، که اینجا خودش این معادله تفکیک پذیر هست و به معادله جدا شدنی و تفکیک پذیر تو جلسات قبل هم گفتیم به راحتی قابل حل هستش که میتونیم از هر طرف انتگرال بگیریم و به همون روابط انتگرالی معادلمون رو حل کنیم. خب به عنوان مثال یه دونه مثال داریم اینجا ما. خب میبینیم که 2x به اضافه 3y یه گزینه‌ای که تو هر دو مشترکه، این دو خط موازی هستن، حالا عدد ثابتشون با هم فرق میکنه. خب ما 2x به اضافه 3y رو u میگیریم، ازش دیفرانسیل میگیریم، بر حسب مقدار dy رو استخراج میکنیم، تو رابطه بالا میذاریم که به این حالت میشه. وقتی تو رابطه بالا گذاشتیم، پس از مرتب کردن اعمال جبری به این شکل در میاد و در نتیجه مقدار ما du dx ما به این حالت قشنگ مرتب میشه و در واقع میتونیم du رو بر حسب dx به این صورت ما بنویسیم که یه طرف تساوی du و u باشه و یه طرف هم dx باشه. خب این معادله چیه؟ معادله جدا شدنی یا تفکیک پذیر هستش. خب و دوباره اینو ادامه میدیم، مرتبش میکنیم. وقتی که ادامه دادیم یه مقداری طرفین انتگرال میگیریم و حالا با اون شیوه ها و اون روش هایی که گفتیم مقدار خالص x رو بر حسب u به دست میاریم. خب u هم چی بود؟ 2x به اضافه 3y. ما در واقع تو این عبارت بالا به جای u 2x به اضافه 3y رو جایگذاری میکنیم، همون معادله اصلیمون حاصل میشه بر حسب متغیر رابطه بین x و y. خب این حل بود برای یه مثال دو خط موازی. اگر ما دو تا خط متقاطع داشته باشیم اینجا، یعنی ضریب زاویه ها برابر نباشن اینجا، خب میایم دو تا خط رو با هم قطعش میدیم. ax به اضافه by مساوی با 3، mx به اضافه ny مساوی با 3 پریم. نقطه قطع شده ما x ما x0 میشه، y ما y0 میشه و در واقع وقتی که این حالت شد، حالا متغیر میگیریم. x به متغیر x بزرگ منهای x0 و y رو تبدیل میشه به y بزرگ منهای y0 تبدیل میشه. اینو تو معادله بالا جایگذاری میکنیم این مقدار رو. وقتی که جایگذاری کردیم این مقدار رو و عبارت جبری رو مرتب میکنیم، اینجا اون نقطه تلاقی ax0 به اضافه by0 این خودش میشه 3، این mx0 به اضافه ny0 این هم میشه 3 پریم، این منهای 3 به اضافه 3 0، منهای 3 پریم به اضافه 3 پریم هم که 0 و معادله ما یه معادله همگن میشه
در واقع معادله همگنم که خب اینجا که هست یه معادله ای که به قول معروف تفکیک پذیر میتونیم گفتیم که معادله همگن رو هم میتونیم معادله تفکیک پذیر ازش بسازیم با چی؟ با اون تغییر متغیر که y مساوی به vx میدادیم. خب به عنوان مثال اینجا تو مثال میگیم که خیلی واضح باشه بهتر متوجه بشین. دو تا خط داریم به این صورت 2x به اضافه 3y x به اضافه y. خب اینا ضریب زاویه‌اش یکی نیست، پس دو خط متقاطع هست و این دو تا خط متقاطع رو ما با هم برخورد و تلاقی میدیم. x صفر ما میشه 1، y صفر ما میشه 2. توی رابطه معادله اصلی اینها رو جایگذاری میکنیم با x بزرگ منهای x صفر یعنی x منهای 1، y هم تبدیل میشه به y بزرگ منهای y صفر یعنی y منهای 2. تو این جایگذاری میکنیم، مرتب میکنیم، معادله همگنمون این هست و یه معادله همگن تبدیل میشه با تغییر متغیر y مساوی با vx. معادله ما چیه؟ حل میشه و به معادله تفکیک پذیر میرسیم. امیدوارم که این جلسه مفید و فایده برای دوستان قرار گرفته باشه و تا جلسه بعد همه شما دوستان و عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.